و حالا توسط اسکایپ خانم قمری حفیظ و همسر عمرعلی قوتوف صاحبکار محبوس تاجیک که در بندی دبی در خط تلفنی در خط اسکایپ با ماست و از خانم قمری خواهش میکنم که درباره سرنوشت حادثه هایی که در روزهای آخر پشت سر کردند به ما اطلاع دهد. روز آخران زنگ زدن شوهر ما روز پنجشنبه بود. پنجشنبه شب زنگ زد به همون شبانه ساعت 2 شب که یا نمیدونم کی میدرویا جای خوابی او یا گروه بیدار کده میگیرن میبروننش. بعدی همون دیگه حاجی عمر امو اتاق خوابش نمیبیویا. بعد که امو رفیق هم پیش امو یا اتاقی که خواب بودین از امو تلفنی امو زنگ میزد شوهر ما. در امو تلفنی ما نمره تلفنی ما ضبط شدگی بوده. من در زنگ زد پرسون کرد افغانی گاو میزد. او هم محبوسی امو دبی است، از افغانستان است. گپ زد گفت که شوهرتون و شما زنگ زد. من گفتم نه، چند 2 روز 3 روز شید زنگ نمیزنه، خوبه امو شوهری ما احوالش چی خیلی است. که گفت که امی 2 شب روزی که قطعی شما هم صحبت بود همون شب آمدن بردنش. یک گروه آدما شبانه خواب بود، از جای خوابش بیدارش کردن بردن. از همون روز تا حال مو درک نداریم نمیبیایم. ما فکر کردیم که با شما صحبت کرد گپ زد دیگه. از همون روز میگم که نه، از روز پنجشنبه گپ و پنجشنبه میشه 1 هفته میشه که شوهر ما در علاقه نیست. یگان نفری از شما از نزدیکان برادران یا دیگر خویشتباران یا خود شما رفته بودید دبی؟ با او دیدار و گفتگو داشتید با عمرعلی؟ نه نرفتیم. خب حالا هم در روسیه هستید، طوری که میبینیم در روسیه هستید و حالا وضعیت شما در مسکو چه خیلی است؟ وضعیت ما میگم که ما قطعی همی کودکان 3 ماهی که شوهر ما بیگناه در امو دبی محکم است. ما قطعی همی فرزندان قرار دارم. شخصانی که مقصد یگان آدمی که از تاجیکستان به ما یاردم میکنن او هم زیر فشار تلفن میکنن، مقصد که شما پیش اون نزدیک نشویم، ما شما را خیل میکنیم و خیل میکنیم. شما 5 فرزند دارید، حالا همه 5 فرزند همراه با شما هستند یا کسی در جایهای دیگر هم هست از فرزندان؟ این فرزندای ما 5 نفرن. همین 5 نفر قطعا 2 تا پسر دارم، 3 تا دختر. حاضر همش در پیش من میترسم که مقصد یا حتی بیرون بروردن من میترسم. حاضر در شرایطی که شوهر من محکمه، حتی امکانیت خوندن مکتب رفتن من نمیمونم شونه که زیر خطر دن. شوهر من را در زندان تهدید کردگیان که ما جایزی فرزندات تا میدونیم گناه ها را بگردن بگی که زن تقتی فرزندات ای خیل میکنیم و خیل میکنیم گفته. در همون درونی ترمه هم همین تهدیدها کردگی برای شوهر ما. این دخترچه مایدکی، دختری مایدکی ما مقصد که موزی در امیر مسکو قطی مای همه فرزندام همینجا. عثمان جان بیا اینجا. عثمان جان این دختری مایدکی ما است، نامش فریزه. فریزه سلام. فریزه جان گپ زن. فریزه سلام. آیا چه خیلی؟ نغزی خوبی؟ نوروز مبارک. این ای پسرم عثمان جان. خب تشکر زیادی انگه، تشکر زیاد برای صحبت. انشالله که نوروز شما مبارک. امیدوار میشیم که همه کارا خوب میشوند. احمد کلام. تشکر، سلامت باشید.